خب سلام، احمد عبدالله زاده هستم، برنامه نویس و علاقه‌مند به تکنولوژی. توی این قسمت از آموزش زبان برنامه نویسی راست میخوام در مورد ماکرو حرف بزنم. فرض کنید ما یه اینام داریم، مثلا اینام ورکر استودنت و ایمپلوی داخلشن. یه دونه هم استراکت داریم، استراکت پرسن، مثلا یه آیدی هست و یه پرسن دو نقطه ورکر یا ورکر دو نقطه ورکر. اگه من بیام اینجا یه دونه متغیر بسازم std 1 مساوی است با پرسن، آیدی شو بدم 1، ورکرش رو بدم ورکر دو نقطه استودنت، خب سیمی کالن. اگه مشکلی که هست اینه که من نمیتونم این رو مستقیم پرینت کنم. مثلا اگه من بگم std 1 رو واسه من پرینت کن، این ارور میده و میگه که person doesn't implement debug، میگه که بیا دیباگ ماکرو رو واسه ما ایمپلمنت کن. خب من میام این کار رو انجام میدم و اولین ماکرویی که میخوام ببینیم ماکرو دیباگه. derive دو نقطه دیباگ رو ایمپلمنت میکنم اینجا، همین رو واسه اینام هم کپی میکنم. ای بابا، آها خب این دیباگ هم خراب شد. الان میبینید که ارور رفت و من میتونم اینو پرینت کنم. کارگران میزنم و کل استراکت رو واسه من پرینت کرد. پس ماکرو دیباگ منو توی حالت دیباگ مود قرار میده که میتونم یه سری کارا رو انجام بدم، مثل پرینت کردن یه استراکت یا یه اینام. همین کار رو میتونم با اینام هم انجام بدم. یعنی بگم std 1 نقطه ورکر رو بهم بده و اگه اینو ران کنم استودنت رو واسه من چاپ میکنه که حالت عادی بدون ماکرو دیباگ این کار رو انجام نمیداد. حالا دو تا ماکرو دیگه داریم، کلون و کپی، که اینا هم خیلی کاربردی هن. فرض کنید یه دونه فانکشن داریم get id، یه دونه استراکت میگیره، مثلا استراکت پرسن رو میگیره از نوع پرسن و یه دونه آیدی برمیگردونه. میگیم ریترن کن person dot id. بذارید اینجا صداش بزنم. اگه من بیام اینجا پرینت ln کنم get id و پرسن رو بهش یه بار پاس بدم، پرسن رو چرا پاس داد؟ std 1 رو بهش پاس بدم، خب این کار میکنه، مشکلی هم نداره و 1 رو واسه من چاپ میکنه. ولی اگه بخوام دوباره همین کار رو انجام بدم چه اتفاقی میفته؟ خب میگه چی؟ میگه used of moved value std1. میگه یه بار std1 رو شما موو کردی و اونرش عوض شده، دیگه نداریش که بخوای دوباره مووش کنی. خب یه راه حلش استفاده از ادساین بود. میومدم میگفتم خب آقا بیا از رفرنسش رو پاس بده، خودش رو پاس نده.
و میبینید که ارورا رفت. ولی اگه من نخوام این کار رو انجام بدم باید چیکار کنم؟ میتونم ماکرو کلون و کپی رو اینجا صدا بزنم. و میبینید که ارورا رفت و الان من میتونم خیلی راحت این رو ران کنم و برنامه هم ران میشه. ولی نکته‌ای که داره اینه که اینو نمیتونم واسه همه چیز صدا بزنم. یعنی اگه مثلا من یه دونه استرینگ اینجا داشتم به اسم name و اینجا هم name رو پیاده سازی میکردم، مثلا میگفتم name احمد dot to owned اینجا کپی واسه من یه دونه خط قرمز زیرش کشیده و میگه the trait copy cannot be implemented for this type. تریت کپی واسه تایپ استرینگ پیاده سازی نشده و این نکتهش بود. خب این از 3 تا ماکرو دیباگ، کلون و کپی که چجوری ازشون استفاده میکنی و به چه دردی میخورن. امیدوارم آموزنده بوده باشه. خوب و خوش و خرم باشید. فعلا خداحافظ.